سلام درستی کامرا رو پیش بیار سودا میکنی روز چند بچین سودا میکنی باز کنم سو بدلان کشور بدلان نمیاد کشور نمیکنه دور پشا خانه میری پدر چی کار میکنه بیکاره مادر چی کار میکنه بیادرای خانی کن چی الوای بابا جان روزانه که بفروشی عزیز یاد چند دانه سودا میکنی 8 دانه میدونم سودا میکنم 8 دانه 9 دانه تو بلندتر گپ بزن که دوستای ما صدای تا بشنون کسی که مثلا کمک میکرد داینده میتونست کدام کمک برتان کنه باز میگه روزانه 8 دانه 10 دانه سودا دانه 5 روپیه بازی پیسه بستان میکنه بعضی وقت نمیکنه خود یک نان خوش کنه کمک رای گپای کم خانه کم این شخصی است راست است سه از رای خانه تان چطوری رای خانه ما را قدر بزرگ کنیم آن فعلا بیکار است بیادر کلام نری است تو در راست نمیشکل است برو بچه زنده باش برو بازم ماندن همش برو سیاست کنم بخیر است چی کار میکنی توی طرف یک ذره کس خیلی نمیشه یک ذره بلند گپ بزن صدای کم بشنویم وضعیت اقتصاد چطور است روزگار خراب است خراب است واقعا روزگار خراب است وایسی از کرای خانه ندارم کار پایین کرای خانه ندارم سرم بار است یه دیگه اینا در کارت روزگار سر دیگه پس 9 نفر نوکری که از برای کار میکنم مشکل است درباره برآوردگار میکنم فقر بیچارگی زیاد است خانه از خودت است نه خانه پلیسی کرا میدی چند کرا میدی وایسی است مایسه است در کجا میشینی به شهر زاکری چند تا اولادکایت است اولادکان شکل سیت است در خودم خانم پایین است 5 نفر خب یا خداوند پرده کنه از اینکه روز چند کار میکنی ساعت 50 تا ساعت میشه نه بابا ببین یک 60 70 80 اینجا بالا میرسم به خاطر اینکه یک متنا نیستم کل مردم میگه کسب کار میمیزون زندگی فامیل خونه خود این 60 70 با سر چه رقم کفایت خونه میکنی پیسه تو برای برای نمیگم کسی برات کمک میکنه هیچ کسی کمک نکنه بجز الله خداوند رحم کنه خدا رحم کنه ما بر کل منشور اما آمدیم که یک نظر مسائل مردم رو بگیریم که مردم ما در چی حالت و وضعیت است یعنی سعی که چی حالت است سعی که بگیم مردم در یک جای موفق بخیر است میشه که یک ذره بلندتر گپ بزنیم صدای بلند گپ بزنیم چند کار این نمی چیزا که خودت آوردی دیجا اینجا چند سرمایه بند کردی 2000 افغان با 2000 افغان تو روز چند لاید میکنی چند فروش میکنی فروش هم 2 ساعت بفروشیم یک ساعت 200 افغانی روزانه قیمتی است برای دیگران نمیخواد نه وارا نمیکنم بسیار خوب مشکلات مثلا فرزنده چند نان است چی مشکل داری از لحاظ مشکل جمع دارم مشکل دارم دیگه زن دارم دو تا یک بچه و یک دختر دارم دیگه مشکل زمستان خانه از خودت است نه کران چند کیلومتر 2000 این فرق آیا 100 روپیه یا 1.5 که تو پیدا میکنی در روز این خرچ تو کفایت میکنه امسال کام پیدا نمیکنم نمیکنی امسال کام نمیکنی من کاروچی داشتم دو تا خاص کردم اومدم یارمگری در مارکت کار خلاصه مشکلات زیاد است با این چیزایی که مثلا مخاط خسته و بادام این چیزا رو که سودا میکنی چیزی نمیشه نه البته قیمت کشیده کیلویی که اکثر در واسه تا 160 اون 720 دلار 11 سال مشکلات در وطن ما زیاد است فقر بیچارگی حالا مشکل زیاد است چطور کنیم میشه وقت کار خب ما آمدیم که یک نظر تا بگیریم یک سر بزنیم برای چیزی که در توان باشه در آینده اگر امکاناتش بود ما برای کمک میکنیم از اینکه مشکلات زیاد است خداوند سر کل ما رحم کل مردم افغانستان در مشکل خیلی بوده که یا نکردم که یعنی آمد یا یاد کرده بودم زنده باشیم سلام بچین چطور هستی؟ خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ بچه میگه کار میکنی روز چند کار میکنی تو؟ 50 روپه 100 روپه پدرت چی کار میکنه؟ معیوب است؟
دوستان میگه پدرم معیوب از کار کردن نمیتونه دیگه کار کلان بیادر کلان بگی یک تا بیادرت بری ریزه شد کار کلان خانیتون کجاست بچین؟ سرکوتن؟ بیسی به ما باشه برو از یک تا سرکوتن میریده چی میریده چی میایی مکتب میخونی؟ نمیخونی؟ دوستای تفلک در روی سرک کار میکنه مکتب هم نمیخونه از درس تعلیم باز مانده میگه روز 50 روپیه 100 روپیه کار میکنم بود رنگ میکنن در وطن بسیار مشکلات از دیگه در تفلک این با اینی وضعیت قرار داره خداوند رحم کنه سر ما هم تو تفلا با هزارها هزار با ده ها هزار در کابل دختر و بچه است درس و تعلیم باز مانده دیگه با فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن شکم خلاصی کنن درس تعلیم اصلا وجود نداره خیلی جگر است اگر دوستای ما ویدیوی تا دید بر کمک کرد حتما ما بعد دوباره میایم اینجا ویدیوی تا میگیرم بر دوستا روان میکنم کمکایش بر خودت میریم فامیل تا میبینم خانواده تا میرسیم درست است تنبیه موفق و سلامت باشید شکر دوستای عزیز یک دوست ما بکنم که اینجا دان مسجد شیشته پرسان کنیم چی میکنه چرا اینجا شیشته یک گپ بزنیم پسش که چی میکنه تقریبی بیا نستی بیایم صدا میاده چیز بری بچی نزدیک بیایم خواه سیاست خواه چی میکنی بچی فلان گپ بزنیم بچی صدای پر اینجا کار میکنم غریبی میکنیم نمیدونم پیسه نامنه روز چند کار میکنی بچی آج پیدا میکنیم سال مکتب میری ایش گپ بزن بلند بشین تو پدرم بیکار است آفرین مادر بیادر کلام خودم هستیم مادر چی کار میکنه بچی بیکار است چند تا کار بیادر داری یک پدر و مادر ته روز چند کار میکنی؟ بوت رنگ میکنی؟ مثلا چند؟ روز 100 اینجا یک نیم ساعت دوست ما یک کار میکنم خانه از خود خانه است چند کرام میکنی؟ در کجاست خانه تا میشه؟ کوتال یا کوتال خیرخانه وضعیت اقتصاد تان خراب است مشکلات اقتصادی زیاد داره؟ نمیمونه چرا؟ استادان نیست میگه مکتبا نیست استادا نمیآید وضعیت درس و تعلیم هم در افغانستان خراب است وضعیت اقتصادی هم مشکلات مردم زیاد است خب خداوند کار کنه میشیم را کمک کنیم برات به خاطر یک پنج تا نان ببری شهرخانه خب موفق باشی درسای تا بخوان خداحافظ اینی وضعیت مردم ما در افغانستان در هر گوشه بری بده ها مسکین و بیچاره و خیرات طلب ششته هیچ کس وضعیت خراب است کمک نمیکنه اقتصاد مردم افغانستان 98% سقوط کرده خراب است یا خداوند رحم کنه